بچه‌ها الان خیلی همه دوست دارن کارهایی که براشون ساخته میشه مخصوص خودشون باشه، حالا یک نشونه از خودشون داخلش باشه. مخصوصا کارهایی که موی یار داخلش هست خیلی طرفدار داره. به فصل بهارم که داریم نزدیک میشیم چه قشنگتر از اینه که هم گل داخلش باشه هم موی یار. من برای این کار بیس رنگ خمیری سفید بود، خشک شد یه لای رزین بیرنگ زدم، بعد تارهای مو رو روی رزین گذاشتم. اگه مو صاف بود میتونید دسته‌ای هم بذارید، ولی مویی که من استفاده کردم مجعد بود، به خاطر همین دونه دونه گذاشتم که خراب نشه، کارم تمیز باشه. واسه قسمت زمینش از خورده ورق طلا استفاده کردم. واسه شکوفه های روی درختم از گل شوکران، خود اون ریزه های گل شوکران رنگ صورتی آبی استفاده میکنم که درخت رنگی داشته باشم. حالا اسم این کارو نمیدونم، درخت زندگی میذارن، درخت موی یار میذارن، ولی کار قشنگیه. هم میتونه مثل من بست 2 تیکه بذارین بالاش تبدیل به گردنبند بشه، هم میتونید جاسویچیش بکنید و ازش استفاده کنید.